به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان گرامی سلام، وقت شما بخیر. با گزارش دیدار دو تیم تراکتور و صنعت نفت در خدمت شما هستیم. حالا میندازه پشت مدافع، یه پاس تماشایی، آفساید نبود و عباس زاده اشتباه کرد، نتونست به توپ ضربه بزنه. یه بار دیگه ارسال روی دروازه، موقعیت بهتر، میتونه دروازه باز بشه یا نه که نه، این اتفاق دوباره نمیفته. هفته‌های ابتدایی انجام داد. رزاقپور فرصت برای ارسال رو پای راستش، حالا میاره رو پای چپ، ارسالش روی دروازه، ضربه سری که اونجا نتونست بزنه گوستاوو. ارسال خوبی بود، پای چپش میریزه رو دروازه و توپی که اونجا اون سمت در تیر دو میتونه به یاران تراکتور برسه. کورنر برای تراکتور، یه ضربه و توپی که به دیواره دفاعی برخورد کرد، اصلا جالب نبود. ضربه ریکاردو رو پای چپشه، حالا ارسالش روی دروازه، ارسال بهتریه و توپی که هرچند آفساید بود بازم عباس زاده گلش نکرد. رضا اسدی صاحب توپ ضربهشو میزنه با پای چپ و توپش از بالای دروازه به بیرون رفت. حالا ارسالی که روی دروازه میاد، عالی هم هست. محمد رضا اخباری خیلی خوب گرفت، اومد به داخل محوطه جریمه، به این شکل زده شد و اخباری توپ میرجوان رو به این شکل گرفت. بامایف سرش رو میزنه و محمد رضا اخباری درازکش توپ راهی کورنر کرد. خود محمد آقا جانپور ارسالش انجام میده روی دروازه و توپی که در اختیار ریکاردو آلوزه رو پای چپش بود و فرصت خوبی هم بود. ریکاردو کوتاه، موقع داخل محوطه جریمه و توپی که دور میشه، یه کارت قرمز هم میده اونجا. این کی رو اخراج کرد؟ کمک آقای پرکاس رو به نظر اخراج کرده. ارسال این بازیکن به دهانه دروازه، فرصت عالی، یه ضربه زده میشه از رو خط، برمیگرده، ضربه بعدی بازم تو برمیگرده. گوستاوو دوباره میفرسته داخل محوطه جریمه، موقعیت برای تراکتور همچنان وجود داره. به دنبال توپ در اون سمت، ارسال از ریکاردو آلوز به داخل محوطه جریمه و بالاتر از همه مرادیان توپو به آغوش کشید. حالا موقعیت برای ریکاردو آلوز داخل محوطه، یه پاس تو در رو، عالی، واقعیت برای تراکتور توی دروازه، بالاخره تراکتور به گل میرسه. بازم اسدی در چه دقیقه تراکتور گل میزنه، در وقت‌های تلف شده، در دقایق پایانی و بازم ریکاردو آلوز. ببینید پاس گلش رو، این توپو فوق‌العاده فرستاد به داخل محوطه و این ضربه اسدی است که وارد دروازه شد به این شکل. خیلی هوشیارانه خودش از آفساید خارج کرد این بازیکن رضا اسدی، تلاش کنن و نتیجه شد این گل. تراکتور 1، صنعت نفت 0. سوت پایان بازی و 3 امتیاز برای تیم تراکتور در این دیدار.